سلام دوستان عزیز، شکر خدا به شهر الماطه رسیدیم. بعد از 20-25 دقیقه سر میشد. ما در همین نزدیکی گوییم ارینا آمدیم، گفتیم کمتر یگان چکوریم. بعد روز ارینا میریم. با فکرم چهارم بای نوری برایم دعا کنید دوستان عزیز تا که غلبه رو به دست بیارد و با خرسندی به وطن برگردیم. خودش همین کلیتکه برآمدن خودش غلبه. کدامی که دخ کرده میبرد خودش حلقه قهرمان. برای همین به همه موفقیت بگذار که به شکست و ریخت همه ساق سلامت باز به خانهاش برگردد. تا دیدار باشه. سلام دوستان عزیز، صبح بخیر. شکری خدا خوب رفته خیستیم. هزار رحمت، هزار منتداری خود را بیان میکنم به تمام هموطنان، به تمام دوستا. قدر SMS نمیدونم زیاده از 10,000 بفکرم SMS сообщения чересчур بسیار. همش سخنهای نیک، قدر دستگیری، قدر دعاهای نیک، هزار رحمت. سری تعظیم میبرم پیش هر یک تای شما. خیلی از زندگی برد میشد، باخت میشد. این بسیار یک درسی کلام میشد برای خودی. نوریک بسیار سپرنیکش با قوت بود، اپتش کلام بود، سینوسولش کلام بود. لیکن برآمده دستاینا جنگ کرده 3 راوند. این کاری مگ مردانگیش نشان داد. من بسیار فخر کردم راستی گفتم چون پدر. خدا به شکر. خیلی میگویند بی باخت برد نمیشود. برای همین با تمامی اشتراکچی ها موفقیت. حالی همه زندگی در پیش. نوریک هم بسیار زیق شد شب. من خودم به فکرم در 39 سالی عمرم خیلی استرس گرفتگی بودم. خیلی که شب اینقدر این دشوار بوده است. یک کسبی از همه دشوارترین در دنیا برآمده در کلیتکه جنگ کردن. اونجا هم بایدادگیش هم بریدگیش هم هر دوش هم قهرمان. و خودش اونجا در آمدن یک کاری کلام و دل و گرده در کرد. برای همین نیکی خدا بشکر من امروز با همش خوب. زندگی همه وقت پست و بلندی دارد، فقط بلندی نه. برای همین همه چی درس میشد. باز از این هم روزهای خوب میبینیم. انشالله همش در پیش. برای این بچه جان گرم زید نشد. خدا خواهد حالی توی جوان. بعد دوستای عزیز منتداری خود را بیان میکنم به هموطنای ما که در شهر الماطه بودن. دین باوریتان است نمیدونم 30% زال به فکرم تاجیکا بودن و یگانه نوریک از تاجیکستان برآمد داشت. اینقدر برای دستگیری آمدن. به هر یک شما هزار رحمت دوستای عزیز، از زمین تا آسمان رحمت. خیلی ناامید کردگی باشیم بخشش. خدا خواهد باز این دفعه باز خوبتر و بقوتتر شده میبرد نوریک. یک باید فکری من سپرنیکشم مثل خودش دیبیوت باید میبرامد. یگان سپرنیکی و هم باری با اول، نوریک هم باری اول این خیلی برابرتر میشد. من اینقدر راضی نبودم راستی گپ، برای که میگفتم این سپرنیک چیکی نباشه دوتا بای دارد الکای سینوسولش هم 4-5 سال کلان با مینوس 14 کیلو ویس پارتوف در این 18 سالگیش این بچم. این همه دشواری بسیار دارد. برای همین لیکن همش به شکر. تاک تو همش زور. خدا خواهد اساس همه ما باشیم زنده و سلامت. ما میریم منه طرفی گجا میدهومی چیمبولک. این دخترچم برف دیدنی هم نشان باشیم. به همه روز خوش دوستای عزیز. همه تانو دوست میدونم.